تعریف آب مستعمل. آن آب را گفته می شود که به خاطر رفع بیوضویی یا رفع جنابت یا به خاطر ثواب آب استفاده شده باشه، پس در این حالت آب مستعمل میشه. مثلا یک نفر وضو نداره، وضو میکند، یا یک انسان جنوب است، غسل میکند، و یا هم یک شخصی وضو داره به نیت ثواب دیگه وضو میکنه، در این حالت آب مستعمل میشه. وقتی که آب از بدن انسان جدا شد، انفصال پیدا کرد، آب مستعمل میگرده. برای دیگر شخص جواز نداره که به آن وضو بکنه یا غسل بکنه. حکم آب مستعمل که آیا آب مستعمل پاک هست یا نیست؟ مفتابه قول امام محمد رحمت الله تعالی علیه است که می فرماید آب مستعمل پاک هست، پاک کننده نیست. یعنی اگر آب مستعمل بالای کالای یک شخص یا بدن یک شخص می افتد، آن کالا و آن بدن نجس نمی شود. خو یک شخص نمی تواند که به این آب مستعمل خود را پاک بکنه، یعنی بیوضویی را از بین ببره یا جنابت را به این از بین ببره، نمی تواند. اگر در بدن یک شخص یا در کالای یک انسان نجاست باشه که با چشم دیده می شود، او را با آب مستعمل پاک میکنه، کدام مشکلی نداره. خب با آب مستعمل نمی توانیم که ما شما وضو و غسل بکنیم. چند حالات را برایتان ذکر میکنم که در آن حالت آب مستعمل می شود. وقتی که یک شخص وضو بکنه و از این آب می ریزه و دیگر شخص می آید، همین آبی که از این شخص می ریزد او را با دست خود می گیره او وضو می کنه، این جواز نداره. چرا جواز نداره؟ به خاطر این که اینجا آب انفصال پیدا کرده و آب مستعمل شده و این شخص دوم به آب مستعمل وضو کرده، به آب مستعمل وضو کرده نمی تواند. وقتی که یک شخص پاهای خود را یا دستان خود را در آب داخل بکنه یا در یک چیزی باند که در آن آب باشه و بعد از آن پاهای خود را بکشه یا دستان خود را بکشه، این آب مستعمل میشه و این پاهای خود را به خاطر این داخل کرده باشه که یخی حاصل بکنه، یعنی پاهای من کمی یخ شوه، هوا بسیار گرم باشه، پس در این حالت آب مستعمل میشه. مثلا یک سطل است، در آن آب است، یک شخص آمد دستان خود را داخل کرد به خاطر از اینکه کمی دستانش یخ شوه، این آب مستعمل میگرده. با این آب سطل کسی دیگه نمیتواند که وضو بکنه یا غسل بکنه. خب وقتی که پورا دستان خود را داخل کرده باشه، یعنی تا به آرنجا دستان خود را داخل کرده باشه یا نیم دستان خود را داخل کرده باشه یا اکثر حصه دستان خود را در آن داخل کرده باشه، آب مستعمل میشه. اگر کم حصه دستا را داخل کرده باشه، آب مستعمل نمیگردد. وقتی که یک شخص بی وضو باشه و برای شاگردان خود یا برای دیگر اشخاص وضو را نشان میده، تعلیم وضو میکنه و این خودش هم بی وضو است، این آبی که از بدن این شخص جدا میشه و آب مستعمل میشه. یا یک شخص وضو نداره، به خاطر ازی وضو میکنه که اندامهای ما کمی یخ شوه، کمی یخی حاصل بکنه، در این حالت هم آب مستعمل میشه. کدام طفلی که وضو میکنه و این طفل عاقل باشه، بالغ نی عاقل، یعنی ارکان وضو را، مسائل وضو و نماز را خوب میفهمه، این طفل که وضو میکنه از بدن این کدام آبی که جدا میشه و آب مستعمل میگرده.